با سلام خدمت دوستان عزیز. با پارت دوم از آموزش ساختن و طراحی یک رینگ لایت در خدمت دوستان هستیم. خب همطور که تو جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، ما اینجا قرار نبود هیچ شیء پیش طراحی شده ای داشته باشیم. در واقع ما داریم اینجا به نوعی هم داریم ایده پردازی میکنیم و همین که انشاءالله در آخر یک خروجی موفق خواهیم داشت. کار رو تا اینجا طراحی کردیم که 3 تا پایه گذاشتیم، یه قسمت مرکزیشو گذاشتیم. اینجا داریم ببینید ما خطاهامون رو میگیریم، داریم اینجا ایده هایی که تو ذهنمونه، به جای اینکه بیایم وقتمون رو روی کاغذ هدر بدیم، بیایم رو کاغذ بکشیم حالا سایزامون درست باشه نباشه، میایم مستقیما کار رو طراحی میکنیم. و ما زمانی که ببینید شما توی 2 بعد کار میکنید، ما روی کاغذ 2 تا محور داریم، X و Y داریم. اینجا دیگه محور زدی در کار نیست، محور پرسپکتیوی ما نداریم که بتونیم دور کارمون به دور سوژه‌مون به عبارتی بچرخیم و تمام ایراداتشو یا اینکه مثلا ایده هایی که داریم روش مثلا بخوایم پیاده کنیم و بتونیم انجام بدیم یا ایراداتشو بگیریم. ولی اینجا یه فضایی داریم که خب من به مراتب خیلی بیشتر مثلا پیش اومده که طرحی رو که با مداد شروع کردم، مثلا اومدم دیدم که خب چه کاریه، وسط طرح اومدم مثلا طرح رو اجرا کردم روی کاغذ، بعد دیدم خب هی بکش پاک کن بکش پاک کن. اینجا دیگه از کشیدن و پاک کردن دیگه خبری نیست واقع. و ما داریم اینجا کار رو به صورت کاملا 3D و واقعی داریم طراحی میکنیم. و اینجا یه مزیتی که داره، ما مثلا خیلی راحت میتونیم قطعات رو برداریم، قطعات مشابه طراحی کنیم. همونطور که توی ویدیوی قبلی دیدید ما از دستورات مثل اسپیشال داپلیکیت مثلا ما استفاده کردیم که مثلا این 3 تا قطعه رو مثلا ما طراحی کردیم که تحت یک فرمان باشن. یه همچین موضوعاتی رو ببینید هنوزم تحت همون دستور هست. می‌بینید این 3 تا پایه رو ما میتونیم مثلا جمعش کنیم و بازش کنیم. خب اینا یه همچین مزیتایی رو داریم که دستو خیلی باز میکنه نسبت به زمانی که ما داریم روی کاغذ داریم اتود میزنیم و اسکچ میزنیم. این خب خیلی هم دست بازه، هم این سوژه هاتون تقریبا به صورت زنده موجود داره که ما میتونیم اینا رو با بالا پایین کردن، جابجا کردنشون به اون شکل مورد نظر دلخواهمون برسیم. به طور مثال مثلا من الان این قسمت اومدم این یه حالت ناودون مانند این پایه رو طراحی کردم که میتونه بالا بره و پایین بیاد. مثلا قشنگ این داره خودشو کاملا تقریبا نزدیک به مورد واقعی داره خودشو برای ما معرفی میکنه. خب برگردیم سر موضوع طراحیمون. خب ما تا اینجا طراحی به اینجا رسوندیم، طراحیمون که این 3 پایه رو طراحی کردیم و هیچ پیش زمینه‌ای نداشتیم و هیچ نوع پیش طراحی مثلا 2D نداشتیم که بخوایم اینجا مثلا 3D شو طراحی بکنیم. خب ما اینجا طراحیمون رو اینجا رسوندیم که این قسمت هم طراحی کردیم و اینجا حالا به زعم من شخصا خودم این قسمتش رو تایید نمی کنم، چون ما چه کاریه که حالا این همه وجه داشته باشیم توی این قسمت. مثلا ما الان از لاهش رو که بشمارید 1 و 2 و 3 4 5 نزدیک به ما 8 زل داریم اینجا. 8 زل ما نیازی به این 8 زل در واقع نداریم. خب میام چی کار میکنم اینجا؟ مثلا من شاید بخوام مثلا این قسمت از کار رو بیام و به 0 برسونم که بتونم یه همچین قطعه رو من خیلی راحت با چوب درست کنم و اون قطعه بعدی که قراره که مثلا روی این نصب بشه و حالت گیره‌ای داشته باشه برای این بهش اضافه کنم. یا اینکه نه، میتونم مثلا از این قسمت یه ورود پیچی بدم که بتونه توی این حالت مکعب خالی شده که داخلش میبینید اینجا این پیچ بیاد هر 2 تا این آبجکت ما رو
با یه پیچ مهار کنه که بتونیم مثلا اینو توی یه ارتفاعی که دوست داریم سفتش کنیم. خب ما شاید دوست داشته باشیم بعداً این کار رو انجام بدیم، پس فکر میکنم نیازی به ایجاد یه همچین حجمی که اینجا داشتیم نداره. ببینید اینجا ما دقیقاً داریم چیکار میکنیم، داریم ایرادات کارمون رو میگیریم، کار رو طراحی میکنیم، طراحی پیشفرض میزنیم، اون ایده‌ای که داریم رو روش پیاده میکنیم و سعی میکنیم ایراداتش رو برطرف کنیم که این کمک میکنه ایراداش رو میگیریم تا کار میرسه به یه جایی که میتونیم بدون خطا یا با کمترین خطا کارمون رو به نتیجه برسونیم. خب ما اینجا این قطعه رو که داریم، زمانی که میخوایم ببینیم جمع میشه، در واقع وقتی که جمع میشه میاد اینجا، خب این یکیش هم میاد داخلش قرار میگیره. ما الان فعلا داریم میخوایم خطاهامون رو پیدا کنیم، ببینیم که کارمون توی چه وضعیتی قرار داره. خب همونطور که میبینید ما اینجا میتونیم بعداً برای اینکه این یه حالت تقریباً مربعی به خودش بگیره، ببینید ما اینجا 6 سانت در 4 سانت. خب ما یه میان پایین کارمون یه باکس 6 در 6، ببینید 6 در 6. حالا اینجوریش هم ببینیم چقدر بهمون راه میده. خب ما اینجا اجالتا ببینید این عددهایی که الان توی قسمت چنل باکس اگه مشاهده میکنید، اینجا این عددی که نزدیک شده به 6، مثلا الان 5966 هزارم سانتی متر، حالا اینو مستقیما میکنمش عدد 6 و این یکیش هم 6، حالا این یکی مثلا 4 قرار میده. ببینیم چی میشه. این قطعه مثلا 6 در 6 در 4 رو من اینجا وارد کردم، میام از اینجا مطمئن میشم که کاملا این آبجکت ما توی سنتر قرار داره، میام اینجا دکمه X رو میگیرم و اینو اسنپ میکنم به گری. خب اینجا از لحاظ محور X و توی اینجا البته میشه Z، چون آبی توی همه برنامه های سه‌بعدی آبی میشه Z، سبز میشه Y و قرمز میشه X، Z Y X. خب ما اینجا ولی خب مثلا محور Z ما میشه ارتفاع کار ما، همونطور که میبینید اینجا هایت همون ارتفاعی که اینجا Y یا همون Y با رنگ سبز مشخص شده. خب میام این آبجکت رو میچسبونمش به انتهای این کار ما. خب میام توی این نمو بهتر ببینم ایشون دارن چی کار میکنن. خب میام اینو میچسبونمش اینجا. خب اینجا این آبجکت رو وقتی من بچسبونم، این با این قطعه اینا اسنپ، اینا با هم دیگه کامبینش میکنم. خب ببینید این دیگه زمانی که به صورت واقعی باشه، ببینید از اینجا دیگه بالاتر نمیتونه بره این خودش، ببینید اینجا گیر میکنه، ببینید به صفر. یعنی توی نرم افزار میتونه عبور کنه ولی توی واقعیت دیگه چی، اینجا نقطه پایانی حرکت به سمت بالا یا وای مثبتشه. خب من دوست دارم این قطعه من رنگی بهش بزنم که بهتر باش ارتباط بگیرم. فکر کنم همین رنگ چوب بلوط خوب باشه و این یکی هم که چون با این قطعه دیگه کامبین شد، اینو فکر کنم همون یه لمبرت دویی که براش در نظر گرفته بودم یا اینکه نه لمبرتش، اینو فراموش کردم که لمبرت چند بود. خب 4 براش اوکی. خب الان ما میبینیم که این قسمت هایی که مثلا راش سرخ هست، میبینید مثلا تقریبا راش سرخه، اینا از یه چوب تشکیل شده مثلا، یا اینکه مثلا بعداً بهش عد شده، در واقع یک قطعه جدا نشدنی رو از هم داره تعریف میکنه. که خب تا اینجا الان میخوایم ببینیم ارتفاع کار ما الان چقدر شده، تا چقدر ما رفتیم بالا. شاید ما زیادی رفتیم بالا، شاید ما لازم باشه از پایه کوتاه کنیم، شاید لازم باشه از بدنش کوتاه کنیم. ببینیم که چی طراحی کردیم تا اینجا. اینو میایم توی نمای فرانت و یه F رو میزنیم که یا A رو میزنیم که فول آبجکتمون رو ببینیم. خب ما اینجا
اگر متر هم بخوایم در نظر بگیریم، اینجا الان توی این قسمت من بخوایم من باید 69 سانت تا اینجاست و تا این الان تو بالاترین حدی که قرار گرفته اینجا اومده و شده 164 سانت. خب 164 سانت برای پای یه رینگ لایت خیلی میشه. میتونیم مثلا نور رو خیلی از قسمت بالا ببینیم یا دوربینمون رو میتونیم از بالاتر تنظیم کنیم. خب شاید نیازی هم نباشه به این ارتفاع. من الان که دقت میکنم ما در ارتفاع اینجا شد 1 متر و 60 سانت در واقع میاد توی این قسمت. خب که این تا 70 سانت میتونم بیاد پایین تا 70 سانت. خب این کورس مانور خیلی خوبی داریم الان، ولی خب حس میکنم یه مقدار زیاده. بالاترین کورس ما اگر برسه به 150 من فکر میکنم کافی باشه. خب همونطور که اول ویدیو عرض کردم، این ما الان میخوایم اینا همه خطاهامون رو میتونیم اینجا بگیریم تا برسیم به یه موضوعی که کاملا عیب و ایراداشو برطرف کردیم. قبل از ایجاد کردنش ما اینو کامل دیدیمش، ایراداشو برطرف کردیم و دیگه انشالله توی ساختش مشکلی نخواهیم داشت. خب اینو من با گرفتن دکمه X این ورتکس های بالاشو میارم روی نقطه 150 سانت اسنپ میکنم. ببینید اینجا دقیق بدون 1000 میلیمتر بالا پایین این اسنپ شد به نقطه 150. خب من همونطور که عرض کردم این فکر میکنم اینجا بهتره که این به همین حالت باشه. اگرم بشه میخوام یک مقدار اینو تقویت کنم با یه باکس دیگه که روش قرار میدم و اون باکس رو میخوام یه جوری بشه که با یه پیچ بتونم این دوتا قطعه رو با هم دیگه، یا پیچ یا یه قفل حالت با یه کلم اینا بتونم اینا رو با هم دیگه قفلشون کنم که زمانی که ما میخوایم تصویر برداری کنیم اینا یهو نیاد پایین خودش. خب اینجا من یه ایده هایی به ذهنم زده، ولی خب یه ذره میخوام تا جایی که راه داره اینجا رو از چوب درست کنم، وگرنه خب یه قسمتی رو اگر بتونم از فلز درست کنم قطعا استحکام کارمون خیلی بالاتر خواهد رفت و اینی که هم کلم که داریم مثلا روش درست میکنیم خیلی قوی تر خواهد بود، همینی که بابت شکستن و این داستان هم دیگه خیالمون راحت میشه. خب من اینجا اجازه میخوام که از یه تسمه آهنی تسمه 2 استفاده کنم برای ساختن کلمش. اون قفل کنی که میخوام برای این منظور به کار ببرم قفل کنی بسازم که هم به راحتی آسیب نبینه، همینی که یه قفل مطمئن داشته باشیم. زمانی که ما این قطعه رو قفلش میکنیم یه قفل محکم و مطمئنی داشته باشیم. خب میام اینجا و اینجا میبینم که خب من میتونم اینجا حالا اگر گوشه هاشو بول کنم یه کیوب داشته باشم که تقریبا 9 سانت تقریبا 9 سانت میتونم اینو یه کیوبی داشته باشم که داخلش 8 سانت خالی بشه، 6 سانت خالی بشه و 9 سانت، یعنی یه مستطیلی که دور اینو بگیره با ضخامت
1.5 سانت 1.5 سانت باشه، 1 سانتش بمونه، نیم سانت هم برای تسمه در نظر میگیریم که کلمپ بشه و برای قفل کردنش. خب پس من اینجا میام یه مکعب 9 سانت درست میکنم. ببینید من اینجا همه ابعادش اجالتا. ببینید ما زمانی که آبجکتی رو ایجاد میکنیم میاد کف میز کار ما میشینه، یعنی چه کف گریت میشینه. بعد ما میایم اینو عدد رو وارد میکنیم 9 انتر. بعد اینجا ببینید حتما یادمون باشه که قطعا اونو با گرفتن دکمه X و دستور موو اسنپ کنیم به مرکز گرید. ببینید به مرکز گرید ما اسنپ میکنیم، یه F میزنیم ببینیم چی ساختیم. خب حالا این 9 سانت هم ارتفاع داره. خب 9 سانت ارتفاع، فکر میکنم ارتفاع بدی نباشه. ارتفاع خوبه. خب ولی خب ببینید الان ما این اگه بخوایم خم راستش کنیم اینجا گیر میکنه، پس بنابراین ما مجبوریم گوشه های اینو بولش کنیم. اجازه بدید من این گوشه ها رو قطع کنم. بیام توی این قسمت این دکمه مربع ببل بزنم ببینم اینجا مثلا ما با این اعدادی که داریم ببلش چه شکلی میشه. خب یه ببل برامون انجام داد. ببلش تقریبا همون چیزی که ما میخواییم. برگردیم ببینیم این ببلش چه عددی رو داشت توی ادیت مش ببل اینجا. خب عدد 1. من فکر کنم اینا تقسیماتی که این هم نیم. یه ببل خوبی انجام بود. حالا نسبتا ما ببل خوبی انجام داد. بعد اینجا ببینید ما الان فکر میکنم این از سنتر اگر یه مقدار ببینید این قسمت به گوشه ها نزدیکه، خیلی توی این دوتا پایه این گوشه ها خیلی نزدیکه، ولی در عوض این ور فضا داریم و همینطور اینجا ببینیم این قسمت نازکتر شده تا اینجا. پس چیکار میکنیم؟ یه مقداری اینو فکر میکنم از سنتر حرکتش بدیم به سمت جلو که حتی الامکان این فاصله های ما تنظیم بشه. خب این فکر کنم الان اتفاق خوبی افتاد. خب میایم اینا میشونیمش کف. چه جالب، الان ما حرکتی به ذهنم زد. خب ما میتونیم زمانی که تسمه رو میدادیم این دورش یه پیچ اینجا طراحی کنیم که فقط این قطعه رو نگه داره، یه پیچ هم اینجا طراحی کنیم که فقط بیاد این قطعه داخلیشو بگیره. قشنگ ما از توی یه باکس اینجوری میتونیم الان 2 تا پیچ داشته باشیم که بتونه این کارو برامون مهار کنه. خیلی جالب هم میشه، اتفاقا بهتر میشه. خب برای این کار من نیاز به این دارم که خب یه قطعه مشابه اینو داشته باشم که بیاد مثلا این قسمت رو خالی کنم، اینجا رو قشنگ گوشت کارم اجازه میده به ما اینجا رو خالی کنم برای اون لقمه‌ای که میخواد اینجا قرار بگیره که از پشتش مثلا با پیچ اینو صفر کنم. و همینطورم اینجا الان اینجا میتونم یه قسمتی رو بذارم که یه همچین حالتی رو بذارم که
از اینجا پیچ بیاد و اینو حمایتش کنم، اینو بگیره. خیلی کار جالبی میشه. میگم اینجا شما زمانی که همزمان با طراحی آنچه که به حساب توی نظر دارید میتونید یه ایده های جدیدی هم توش پیدا کنید، بستگی به خلاقیت خودتون داره. خب من اینجا میخوام از دستور بولیانس استفاده کنم که یه سری قطعاتی رو بسازم و برای اینکه کارم دقیق تر در بیاد بیام از خود این آبجکت استفاده میکنم. مثلا ببینید اینو من یه کنترل دی که بزنم یه آبجکت از این کپی میگیره، یعنی داپلیکیت میکنه، شبیه سازی، و میارمش یه مقداری جلوتر. فکر میکنم تا اینجا کافی باشه. چون ببینید من اینجا میخوام این قطعه رو مثلا از چوب بگیرم، حالا پشتش یه قضیه بذارم که پیچ اینو مثلا نخوره کم کم، بعد این بیاد چی بشه، بیاد و اون سطح اون یکی قطعه اونو فشار بده. زمانی که پیچو صفر میکنیم اجازه بدید من اینو سایزش هم درست کنم که خیلی غیر قابل درک نباشه برای ازم. یه همچین قطعی شد. از همینجا میتونم اسنپ کنم روی خودی. ببینید یکی از قطعات این شد. برای اینکه گوشه هاشم گیر نکنه به این قطعه ما یه مقداری بهش خلاصی میدیم. خب این الان از پایینم خیلی بلنده، من نیازی به اینقدر بلند بودن این ندارم. این من فقط به اندازه این که یه لقمه باشه که بتونه توی اون قسمت کار سفت کردن اینو مثلا ثابت کردنش به عبارتی رو انجام بده، برای من کافیه. خب من یه همچین قطعه ای داشته باشم برای من کفایت میکنه. خب یه همچین قطعه ای رو داریم. حالا این قطعه رو داریم. خب من میخوام که اینو یه مقداری از بغلم جمعش کنم. اینو یه کنترل دی بزنم که داپلیکیتشو داشته باشم و هیدنش کنم. خب من یه کپی از روی این قطعه گرفتم و هیدنش کردم. حالا میخوام یه ذره اینو جمعش کنم. به اندازه یه کوچولو باید این خلاصی داشته باشه که بتونه داخل اون حرکت کنه. حالا میتونه 1 میلیمتر باشه، کمتر از 1 میلیمتر باشه. حالا ما میخوام اینو مثلا یه مقداری داخل اون بتونه حرکت کنه، یه خلاصی کمی براش در نظر میگیریم و همینطور هم از پشتش هم همینطور، از پشتش هم یه مقداری اینو کمش میکنیم. این قطعه نسبت به این یکی قطعه که الان کنترل شیفت اچ که بگیرم، ببینید نسبت به این یکی قطعه یه مقدار کوچیک‌تره که خب من این قطعه رو با این یه لحظه بذارید که ببینم چیه. این قطعه که الان اینجا به حساب حالت رنگ چوب بلوطه، این قطعه که قراره با این اونیون بشه یا بولیانس بشه. خب من میخوام این یه کیوبی درست کنم، یه شکلی درست کنم، بعد یه باری که اینو اونیونش کنم. خب من تا اینجاشو که دارم اوکی. خب میتونم از فیس همین استفاده کنم، یه اکسترود بزنم W و اینو بیارم جلو. خب ببینم چی شد. اسمانی رو با H. خب اینا ببینید ما این پشتم میخوایم یه همچین حالتی رو داشته باشیم که بیاد این کار سفت بگیره. خب مثلا ما تو قسمت پشتش میتونیم یه مقداری اینو بزرگتر طراحی کنیم که بیاد روی اینجا میشه یه دیواره میشه، اینجا میشه پل. خب این
پل روی این فشارها اگر روی کل فشار روی فقط دیواره بیاد احتمال ترک خوردن کم کم این وجود داره. خب پس باید ما چیکار کنیم؟ یه کاری کنیم که بار روی این دیواره ها بیاد بیشتر. این دیواره توانایی تحمل فشار رو بیشتر داره تا اینجا که مثلا زیرش، چون ما اول هم اینو صفر میکنیم بعد اینو صفر میکنیم دیگه، درسته؟ بعد چی میشه؟ اینجا فشار اینجا فشار میاد توی منطقه‌ای که زیرش خالیه. اینجا حمال خوبی نمیتونه باشه برای چیز، برای همین باید این قسمت که اصطلاحاً حالا بهش میگیم لنت، این حالت لنتی که ما اینجا داریم این باید بیاد روی دیواره ها فشارش رو اعمال کنه. خب میایم چی کار میکنیم؟ میایم ما الان این قطعه رو داریم، من میخوام با خود همین قطعه با ساختن این قطعه اونیون رو با همین انجام بدم. اینجا یه اکسترود میزنم و اینو از مرکز به سمت بغل بازش میکنم. ببینید این مقدار گیزمو رو با زدن دکمه منفی از روی کیبورد کوچیکش میکنم. خب ببینید اینجا من میخوام به اندازه پهنای همین شاسی که میخواد بره داخل و برگرده اینو درست کنم و یک کوچولوی اگر بتونیم خلاصی بدیم بهشون بهتره. ببینید ما یک خلاصی به حد همین شاید 1 میلیمتر باشه به همین اندازه بهش خلاصی میدیم. خب اینجا من میام این یکی فیس رو میگیرم، ببینید از این فیس رو میگیرم، وقتی میکشم ببینید چه شکلی به خودش میگیره. دقیقاً میشه همون چیزی که مد نظر من بوده. این الان لنت ما به این صورت درست شد. این لنت برای اینجا میشه، اینم از روی این ما الان یه طراحی میگیریم بعدم که یه لنت اینجوری ما میخوایم درست کنیم که این بیاد فشارش بیاد توی این قسمت ها و کارو ما حتی الامکان اگرم بشه مثلا خب توی این قسمت یه مقداری اینو خالی میکنیم که فشار اصلا روی مرکز کار ما نیاد، فقط بیاد روی این قسمت هایی که زیرش پره. خب به این صورت ببینیم چی طراحی کردیم. خب ما الان یه همچین قطعه رو طراحی کردیم. خب و این برای اونیون کردن فکر کنم اینجا الان اوکی باشه. برای زمانی که ما میخوایم اینا رو هم چوبگیری کنیم احتمالاً از این قسمت یه تیکه بگیریم، از این بقیه‌اش رو یه تیکه بگیریم بعداً به هم دیگه بچسبونیم، چون قرار نیست خیلی رو خودش فشار بیاد. قرار اینجا ما اون تسمه‌ای که داریم قرار بار فشار رو اون بذاریم. اینجا فقط ببینید ما این مسیر بلندی که داره حتی الامکان لقی کار ما رو میگیره، نمیذاره کار ما مثلا بازی داشته باشه. خب بازی غیر اون چیزی که میخوایم، یه مقداری ما بازی لازم داریم برای داخلیش. خب ما یه همچین آبجکتی رو طراحی کردیم. فکر میکنم گوشی ما امروز گیر داده، هی داره صدا میکنه. خب بذار این اینترنتش خاموش کنم که انقدر صدا نده. خب خب من الان برای اینکه میخوام از روی خود همین قطعه یه قطعه دیگه درست کنم که بشه لنت این سمت و یا اینکه خب لنت اینجا رو که داریم، اینو چیکار میکنم؟ یه کنترل دی میزنم و میام مختصاتش رو اینجا، مختصات رو توی چنل بوکس میبینید اینا صفر میکنم با FT. خب خودش رو میام عقب میارمش عقب، کاری باش ندارم فعلا. میام اینجا و دستور این دستور رو میزنم. خب ببینید الان ما اینجا خالی شد، این قضیه داخلش ببینید چقدر تمیز خالی شد، دقیقاً همون چیزی که میخوایم. بعد این هم که میشه لنت ما که میاد با فشار پیچ، زمانی که پیچ پشتش رو صفر میکنیم میاد اینجوری اینو صفر میگیره.
خب من اینجا میخوام حالا که اینجوری شد، خب میخوام یه چند میلیمتری رو از روش میخوام از جنس مثلا یه جنس لاستیکی یه چیز استفاده کنم که هم خط نندازه به اون شاسی ما، همین که چسبندگی بهتری داشته باشه و اجازه بازی رو بهش نده. اینجا پس میام تقریبا 4 میلی همچی چیزی فضا رو خالی میکنم براش. ببینید ما تک تک این قطعات رو بعدا توی بارگاه خواهیم ساخت و مونتاژش خواهیم کرد که به این صورت. الان ببینید زمانی که ما پیچو میبندیم میاد اینجوری اینو سفت میگیره، فقط هم این قطعه رو سفت میگیره. ببینید میچسبه به این و حالت ترمز میشه برای ایشون. خب حالا میخوام لنت این قسمت رو طراحی کنم. ببینید اینجا فضای خوبی رو ایجاد شد برای لنتش. میام همین قطعه رو توی چنل باکس، ببینید توی زد اینجا یه عددی وارد شده که این میزانه نشون میده که ما چقدر اینو کارو بکنیم. اینجا عدد 0 رو وارد میکنم، دیگه اینتر میزنم. ببینید قشنگ اومد سر جای خودش نشست. خب من اینجا توی راستای خود همین آبجکت ما ببینم این خطی که داریم کجاست. خطش رو ببینید اینجا من این صفحه رو که انتخاب کنم اینجا داره میگه، توی نمای تاپ ما داره میگه که شما از کجا کات فیس بزنید. داره از این میگه از اینجا کات فیس بزنید روی کدوم آبجکت، روی این آبجکت. خب برمیگردیم روی کارمون. خب این قسمت یادتون باشه گفت که کجا، اینجا روی این خط برای ما کات فیس بزن. خب بیام از دستور کات فیس استفاده میکنم، دقیقا روی خود همین خط کات فیس هم میزنم، دکمه شیفت رو میگیرم که این کاملا موازی با سطح گرید ما مثلا اینو کات فیس رو بزنم. یکی رو میزنم از دستور خارج میشم. ببینید اینجا یه اختلافی داریم این قسمت. این اختلاف رو سعی میکنم ورتکس رو انتخاب کنم و با گرفتن دکمه آلت و جهت بالا اینو آروم آروم حرکتش بدم تا فیکس بشه. یه مقدارم اگر کوچکتر بود هیچ مشکلی نداره که اتفاقا ما لازم داریم که یک مقداری هم کوچکتر باشه. پس یه اندازه یه نیم میل، 1 میل اینو سعی میکنیم، یا بیشتر اصلا به اندازه نمدی که میخوایم اونجا قرار بدیم یا لاستیکی که میخوایم اینجا قرار بدیم که ترمز کار بشه ما اینو جاشو خالی میذاریم. خب میام چیکار میکنیم حالا توی این قسمت میام توی 1 سانت اینجا ببینید میام اینجا دستور اجرینگو میزنم، میام توی این قسمت توی 1 سانت از این ور و 1 سانت هم از این ور. حالا چون من نمیخوام قرینش کنم سعی میکنم دقیق برم. اینجا آ رو میزنم و دی ایکس که اسنپ بشه بگیره، اینو اینجا پرسش میکنم. اینو الان میگم برای چی دارم این کار میکنم. دی ای بعضی موقع قابل برگشت نیست. ما الان هر چقدر حالا بیا کنترل زد بزن شاید جای دیگر رو قبول کنه ولی اینجا نه. خب در نداره فکر میکنه ما تسلیم میشیم. خب همون ما قرار بود اینو نمیدونم چرا روی چه حسابی برگشت نداره، این چرا بر نمیگرده. ما میایم گیر که نمی کنیم که ما میایم از همینجا سعی میکنیم همون نصفه رو طراحی کنیم. اینجا رو بریج میزنیم، اینجا هم فایل هول میزنیم، همون نصفه‌ش رو طراحی میکنیم. خب اتفاقا دیگه اینجا نیاز نداریم که خیلی دقت کنیم که دیگه ما رو مجبور کرد که خیلی دوست داره با داپلیکیت میرور ما کار رو ادامه بدیم به جای اینکه بخوایم یک کار رو به صورت نرمال جمع کنیم. خب مشکل نداره، ما باش لج نمی‌کنیم. خب ببینید این قسمت الان عرض کردم که ما اینجا میخوایم اتفاقا یه مقدار اینجا خالی باشه که فشار توی
عرض کردم که فشار روی پشت این قسمت نیاد، فقط روی این قسمت دیواره ها ما اعمال فشار رو داشته باشیم زمانی که اینا سفت میکنیم. خب بیایم اینجا کنترل دی رو میزنیم، توی محور ایکسش -1 رو وارد میکنیم و اینتر رو میزنیم. خب زدیم، این کار رو انجام دادیم. میایم حالا این دو تا قطعه رو با هم دیگه کامبین میکنیم و میریم سر وقت یک پارچه سازیش. ببینید اینجا ورتکس ها رو که انتخاب کنیم، ورتکس های این وسط میبینید 8 تاست. این 8 تا باید بشه 4 تا اگر درست کار کرده باشیم. ببینید 4 تا شد. الان شد یه آبجکت. خب یه آبجکت شد. ما این دو تا آبجکت هم که چون لغماست میگیریم، رنگش رو یه رنگ دیگه ای میزنیم که بدونیم چی. حالا مثلا یه رنگی براش تعریف میکنیم، یا مثلا توی لمبرت 5 من یه رنگ بهش میدیم، مثلا رنگ من میخوام طلایی رنگ بهش بدیم، لمبرت طلایی بهش بدیم. اگه بخوام برق بزنه بلین رو انتخاب میکنیم، اگر بخوایم که مات باشه خب لمبرت. خب ببینید اینجا این لقمه کار ما درست شد. اینجا میتونیم یه کوچولو بیاریم جلو ببینیم چه خبره. خب اینجا رو میبینید یه ذره فکر میکنم تو اینجا تنگ ممکنه بیفته. میام اینجا یه دستور آ رو میزنم، یه سنتریفیوژ میزنم، یه کوچولویی سعی میکنم اینو اگر زاویه‌اش به هم نریزه جمع کنم و فکر میکنم به هم میریزه. خب از این کار استفاده نمیکنم، یه دستور دیگه استفاده میکنم. خب برمیگردیم سر جایی که بودیم. اینجا ورتکس هاشو انتخاب میکنم، این قسمت از ورتکس ها رو اینجا چیکار میکنم؟ رفلکشن رو روشن میکنم که تقارن کار کنه، قرینه کار کنه. اینجا من اومدم یه مقداری بهش خلاصی دادم، اینجا اون خلاصی دو طرف همزمان اجرا بشه. خب اینجا این از این و حالا میخوام کلیتش هم یه مقداری بیارم جلو. خوبه اینقدر خلاصی داشته باشه، خوبه، میتونه این بودروایش بلنده، ببین مثلا هیچ احساس لقی نخواهد کرد. این یه لنت ماست، این هم یه لنت ماست. خب حالا من میخوام برم و جای تسمه رو توی این کار تعبیه کنم. جای این تسمه‌ای که میخوام اینجا باید تسمه‌ای که اینجا درست میکنیم یا بتونیم قشنگ خمش کنیم، طبق حال قالب که داریم، یا بتونیم خیلی قشنگ خمش کنیم، یا اینکه با برش دادن و جوش دادن کار جمع کنیم. فکر کنم با برش دادن و جوش دادن هم بشه این کار رو انجام داد. فکر نمی کنم استحکامش هم کم بشه. خب میام اینجا چیکار میکنم؟ تسمه معمولا تسمه 2 سانتی برای این کار فکر کنم کافی باشه. حالا ما میتونیم فضا که داریم، میگن سنگ مفت گنجش مفت، اینجا میام چیکار میکنیم؟ یه 3 سانتی ایجاد میکنیم. اینجا من میام چیکار میکنم؟ برای اینکه 3 سانت دقیق رو داشته باشم یه پلین 3x3 مثلا، حالا یعنی ایکس و وایت و هایتش رو مثلا عدد 3 رو وارد میکنم، دی وی به این صورت. خب ببینم اینو الان کجای این کار ما قرار بدیم بهتره، دستمون هم بازتره. شما یه حالت مهره، یه پیچ حالت تیمانندی چیزی باید درست کنیم، یا حالت سرفلکه داری چیزی درست کنیم که اینجا میخواد به چرخه دستم خیلی گیر نکنه، از طرفی هم استقامت این قضیه ما رو زیر سوال نبره. خب من فکر میکنم مثلا به فاصله 2 سانتی متر به لبه همچین جایی فکر کنم براش خوب باشه. خب میام الان این پلین ما برای چی درست کردیم؟ برای اینکه راهنمای ما باشه. برای چی؟ برای اینکه میخوایم ما این قسمت 2 تا خط ایجاد کنیم که خطها رو یه اکسترود منفی بزنیم، این چی بشه؟ جا برای تسممون ایجاد بشه. خب
میام اینجا از میرور کات فیس استفاده میکنم و این آبجکت رو انتخاب میکنم، یک کیو میزنم و دستور خارج. اول باید انتخاب شده باشه این آبجکت، بعد اینجا الان دستور کات فیس استفاده میکنم، اینجا و اینجا یکی رو میزنم از دستور خارج میشم. خب اینجا فاصله تقریبا حالا فاصله شم خوبه، خیلی چیز نیست چون رو بعدا ما قراره از روش دوباره طراحی کنیم. خب اینجا من این چیزا رو دارم، فیس راهنما، این پلین راهنما رو دارم، یه اف میزنم ببینم اینجا این 3 سانت بود دیگه. خب این اگر من ایکس رو بگیرم اسنپش کنم اینجا درست میشه. اینجا یه ذره خلاصی داریم که خیلی هم خوبه، اتفاقا این خلاصی ما برای این بالا نیاز داریم. ورتکس رو انتخاب میکنم، میام اینجا سعی میکنم اون خلاصی رو میارم داشته باشم، چون ببینید تصمیه 3 میخوایم بشینه داخل این کار، یه ذره خلاصی داشته باشیم. خب حالا قطرش چقدر بود؟ قطر معمولا 6 میلیمتره تصمیه 3، قطرش 5 یا 6 میلیمتره که خب ما اگر اینجا مثلا اضافه هم داشتیم میتونیم اضافه شو بسابیم میگن که نسابیم مثلا، ولی برای اینکه کارمون شیک‌تر و ترتمیزتر در بیاد سعی میکنیم اونو بعدا بسابیم. عدد 3 رو تبدیلش میکنم به 0.6 میلیمتر. این 6 میلیمتر چیه؟ ما میخوایم اینجا عمق رو تعریف کنیم، یعنی ما اینجا دبلیو رو که بزنیم دی و وی رو میگیریم. چرا این اینجا خودش افتادی حالت اسنپ بری یه چیز دیگه ای. خب اینجا ایکس رو میگیرم، وی رو میگیرم، دوباره این اسنپش میکنم به اینجا. اینجا داره میگه که من زمانی که منو دارید اکسترود میکنید چقدر هم کنید. زمان اکسترود کردن حواستون باشه رفلکشن خاموش بشه. با دابل کلیک کردن ما میایم این قسمت از کار رو کاملا این نوار رو انتخاب میکنیم و میایم حالا اینجا آ رو میزنیم حول محور فاونه. اکسترود نشد، اکسترود رو نزدیم. خب این اکسترود و حالا اینجا آ رو میزنیم و شروع میکنیم به جمع کردنش. ببینید ما تا این به اندازه 6 میلیمتر رو ما اینجا جمع کردیم. خب حالا از این قسمت دوباره اینو بازش میکنیم که دقیق برگرده سر جای خودش. ببینید ما حالا اینجا این آبجکتی رو داریم که یه 8 سلی شیار برای جای تسمه در اومده کامل، به این کوچولو دیگه نیازی نداریم، دیگه تش میکنیم. خب ما این قسمت رو ساختیم که لنتاش رو ساختیم و کار رو به اینجا رسوندیم. خب یه قسمتی رو باید باز کنیم برای اینکه خب ببینید من میخوام اگر بشه بعدا مثلا برای حمایت هست، یعنی که مثلا این لنتا بتونه با یه صفحه مستقیم یه پیچ یه نقطه رو در بر میگیره، ولی من میخوام اینجا یه اتفاق قشنگتری بیفته. من اینجا نشون بدم دارم چیکار میکنم. ببینید من میخوام اینجا رو باز کنم. ما احتمال داره این قطعه رو بدیم دستگاه CNC برامون در بیاره چون کار ترتمیزتر در میاد. ببینید اینجا رو ما باز میکنیم. این قسمت مثلا چیکار میکنیم؟ زیر اون مهره که میخواد چیز بشه یه دیگه تسمه اینجا میذاریم که تسمه فشار رو روی قسمت های روی لنت ما تقسیم کنه. و اینجا
سعی میکنم اینو ببندمش. اینجا رو بریج میکنم. بریج کردن ببینید ما الان همش رو یه رنگ میکنم که بهتر متوجه بشیم. باور کنید خیلی از قطعات صنعتی به همین روش و به همین راحتی به دست میاد. ما فکر میکنیم آی مثلا کشور ژاپن چی کار کرد، آمریکا چی کار کرد، چه قطعی ساختن، آی چقدر خفنن اینا. نه، خبری نیست، همینن. فقط کافیه یه مقدار خودمون رو باور داشته باشیم، یه مقداری علممون رو بالا ببریم، سعی کنیم که یه کارهایی رو شروع کنیم. این مسیرهای بزرگ از قدم‌های کوچیک شروع میشه. از همینجا یه وقت میبینید رسیدید به یه محدوده‌ای که یه جایی رسیدید که میتونید خیلی کارهای قشنگ انجام بدید. من الان اینجا رو میخوام اگه بشه اینجا رو دول بزنم ببینم با همین چه دولی میزنه، برای اون زیاده دولش. خب سعی میکنم اینو عددشو کمتر کنم، دار بکنمش مثلا 5 بکنمش 2 ببینم چی میزنه برای من. خب این دولی که الان زد برای من این قشنگ‌تره، ولی خب چرا من موندم بالای اینو پر کرد برای من. بالا پر کرد. می‌بینید چیکار می‌کنیم؟ ما حالا میایم این قسمت ها رو سعی می‌کنیم با بریج زدن دوباره فروشون کنیم. یه موقعی نمیپذیرند که خیلی با ما رو بدن، وگرنه ما با این ابزارها چه کارها خواهیم کرد. گرده‌داری یه بدقلقی‌هایی داره، حالا اینا رو کم کم به مرور زمان اینا رو بهش مسلط میشیم. خب من اینو میرم یه رنگ دیگه بهش میزنم که بهتر ببینم کارمو. بازم لمبرت رو انتخاب میکنم، از اینجا میام مثلا این رنگ فیروزه‌ای رو میزنم براش. حالا خیلی فعلا کار به رنگا ندیم، رنگا رو صرفا به جهت این میزنیم که کارمون رو بهتر بتونیم ببینیم. الان ما جا این قسمت نفوذ چیزو داریم که اینجا قراره مثلا تصمیه رو که ما اونجا میندازیم اینجا لنتشو داشته باشیم. حالا خودمون تصمیم رو میتونیم طراحی کنیم، مهرش هم بندازیم، اون قسمت فلزی هم اینجا داشته باشیم که میاد روی این چوبه میچسبه که بار رو از یه نقطه تقسیم کنه به یه سطح که گیرایی بهتری داشته باشیم. یکی از پیچیده ترین قسمت های این کار همین قسمتشه. در واقع مکانیزم اصلی این کار همین قسمت، همین حدود است، همین حدود. بقیهش خیلی مکانیزم پیچیده ای نداره که میاد حالا توی قسمت چیزی که وارد میشیم که رینگش رو طراحی کنیم اون تکنیکه فقط، و اینکه بعدا مثلا جای رینگ لایت و اینا رو میخوایم، جای چیزا رو میخوایم در بیاریم، LED ها رو در بیاریم، جای تلقش رو در بیاریم، اینا خیلی مبحث پیچیده ای ندارن. و به نظر من جالب ترین و فنی ترین قسمتش همینجا بود که ببینید اینجا الان خودم این لنت ماست که میاد میچسبه اینجا و فقط این قطعه رو نگه میداره، فقط این قطعه رو. البته این زمانی که صفر بشه احتمال داره خب اینم یه مقداری فشارش بده و چیز بشه. ما بهتره که اول موقعی که میخوایم این کار رو فیکس کنیم اول این شاسیمون رو فیکسش کنیم و این پیچش رو ببندیم. الان چرا قفل کرد؟ خب اول این شاسی که الان راش سرخ داره این که سلکت شد اینو با این پیچی که اینجا داریم سفتش کنیم مهار بشه، بعد بیایم این یکی رو تنظیم کنیم اینو سفتش کنیم. خیلی راحت میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب این تا اینجا فکر میکنم کافی باشه.
با ما باشید. انشالله توی ویدیوهای بعدی سعی میکنیم که این کار رو تکمیلش کنیم. ما را از لطف خودتون بی بهره نگذارید. سابسکرایب کنید، اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید.